باقی مونده خودش هم یه جوری ناامید شد و ما هم به مدال نقرش قناعت میکنیم، بهش خسته نباشید میگیم به هموطنان عزیزمون با مازندرانی‌ها، به خلیلشهری‌ها، بهشهری‌ها. یه لحظه میتابونه رحمان افزار با احتیاط برای رحمان. حالا این توپایی که میخواد گل کنه پا رو گرو گرفته رحمان، یه بار دیگه میتابونه، دوتای دیگه هم بهش میدن، باز هم میتونه این مان افزار باید حواسش جمع کنه. یه لحظه خطرناکه اونجا و باز هم تابونده. دیگه باید به رحمان بده. نه پاکش کنه، تیر رو گرفت. یه لحظه اونجا میتونه به پشت کیوکا بره، پا رو نگه داشته. کیوکا خیلی باهوشه، نه اندازه رحمان عموداد. 10-0 پیش و مات میکنه کوتا رو، کیوکا رو تو فینال زاگرب.